در مورد درمان گینکوماستی در آقایان به جز موارد بسیار استثنایی که اغلب در افرادی هست که به دلایلی ما قادر به انجام عمل جراحی نیستیم، بهترین، قاطع‌ترین، مناسبترین روش درمان برای بیماران بدون شک استفاده از یک تکنیک مناسب و دقیق جراحی هست تا این مشکل رو به صورت دائمی و کامل برای همیشه رفع بکنه. تکنیک‌های خیلی متنوعی از درمان‌های جراحی ژینکوماستی در سراسر دنیا تاکنون رایج بوده و در حال انجام هست که هر کدوم از اونها معایب و محاسن خاص خودش رو داشته. روشی که ما در بیش از 16 سال گذشته بیش از هزاران بیمار رو با اون تکنیک تحت عمل جراحی قرار دادیم، روشی هست که با حداقل برش، تخلیه کامل بافت هم چربی و هم بافت غددی نابجای سینه ها و اصلاح شکل و فرم و ایجاد سینه هایی با یک استایل کاملا مردانه و با استایل یک مرد ورزشکار حرفه‌ای به نظر میرسه که یکی از بهترین روش های جراحی در دنیا باشه.